در جهان معاصر تروریسم و اکستریمیسم باعث عاقبت‌های ناگوار اجتماعی و اخلاقی گردیده. این پدیده نامطلوب خطر جدی برای امنیت جهان و منطقه خواهد بود. جمهوری تاجیکستان پیوسته عمل‌های مدهش تروریستی و خرابکاری گروه‌های افراطگرایی را محکوم نموده، جانبداری پایداری صلح و ثبات در منطقه و جهان میباشد. شرح بیشتر در گزارش همکارمان اهل‌دین شهاب‌الدین. در جهان معاصر روندها و ظهورات موجودند که نه تنها به یک کشور و یا یک منطقه بلکه به تمام کشورهای جهان و در مجموع به کل مردمان سیاره تهدید میکنند. یکی از چنین ظهورات نامطلوب که خطر منطقوی و بین المللی را به بار آورده در همه منطقه های عالم تمایل پهشوی را دارد، تروریسم و اکستریمیسم باشد که باعث توجه همه طرفه سازمان و تشکیلات های بین المللی و دولت های جهان گردیده است. امروز و در آینده نیز تروریسم و اکستریمیسم همچون خطرناکترین تهدیدها برای انسانیت و جامعه عمومی بشری باقی مانده، با استفاده از تکنولوژیاهای معاصر که با سرعت رشد نموده ایستاده است، طرز و اصولهای نو استفاده بری را به خود کسب میکند. هلاکت هزاران مردم آسایشته سیاره، علالخصوص قسم آسیب‌پذیر جامعه زنان و کودکان از این خطر مرگاور گواهی آن است که این عمل و کردار وحشیانه به کسی و چیزی رحم ندارد و همچون وسیله عملی ساختن هدف و مقصدهای ناپاک از جانب یک توده از فرهنگ و معرفت دور، بی‌خرد و جاهل و ناتوانبین استفاده می‌گردد. عمل‌های تروریستی و اکستریمیستی روانه شدند به پایمال کردن حقوق و آزادی انسان و شهروند، حتی از حیات محروم کردن انسان، مبارزه بردن توسط دستگیر کردن تروریستان و اکستریمیستان، بعداً تشویق و ترغیب ارزش‌های ملی و خطر داشتن گروه‌های تروریستی و اکستریمیستی به منفعت‌های ملی. پس معلوم می‌گردد که عمل‌های تروریستی و اکستریمیستی از نگاه قانونگذاری عمل‌های غیر قانونی یا جنایتی میباشند. از طرف دیگر آنها پایمال کننده حقوق‌های انسان در همه سمت‌ها میباشند. و سوم، عمل‌های تروریستی و اکستریمیستی در بین جامعه نزاع، نافهمی، ترس و هراس را به وجود می‌آورند و انسان نمی‌تواند در چنین جامعه آزادانه برای زندگانی کردن عملی سودمندی را به سامان رساند. پس معلوم می‌شود که عمل‌های تروریستی و اکستریمیستی عمل‌هایی میباشند که از جانب کل جامعه جهانی همچون عملی غیر قانونی و منع شده اعتراف شده است و کل چاره‌ها از جمله چاره‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی با آن روانه شدند که این عمل‌ها از جامعه برطرف شوند و تروریستان و اکستریمیستان دستگیر کرده شوند. جمهوری تاجیکستان از روز به دست آوردن استقلال دولتی و وحدت ملی به معرفت سیاسی جوانان توجه مخصوص ظاهر کرده است. خوشبختانه امروز جوانان در دایره حقوق‌های کنستیتوسیونی خود سیاست پیشگرفته حکومت را همه‌جانبه دستگیری نموده برای نائل شدن به پیشرفت جامعه معاصر سعی و تلاش می‌ورزند. یکی از خطرهایی که امروز در جامعه جهانی از جمله در تاجیکستان جای دارد، توسط سامانه‌های اجتماعی جلب نمودن جوانان به عمل‌های تروریستی و اکستریمیستی است و هر جوانی خودآگاه باید داند که عمل تروریستی و اکستریمیستی از یک طرف غیر قانونی و جنایتی باشد، از طرف دیگر به خودی او ضرر می‌رساند، چون که الکی شخصیتی و همچون یک شهروند دولت نه بلکه یک تروریست و اکستریمیست شناخته می‌شود. بعداً این عمل‌ها وقتی که همراه می‌گردد به ضرر دولت‌ها، به ضرر جمعیت، به ضرر انسان‌ها روانه شدند که از نگاه انسانی منع است. در جهان معاصر ظهور تروریسم و اکستریمیسم باعث عاقبت‌های ناگوار اجتماعی و اخلاقی گردیده. این پدیده نامطلوب خطر جدی برای امنیت جهان و منطقه خواهد بود. متاسفانه امروز چند مملکت دنیا در زیر هدف‌های پی در پی نوجوانمردانه گروه‌های دهشتکن تروریستی قرار گرفته در نتیجه هزارها نفر اهالی آسایشته به هلاکت می‌رسند. مورد به تذکر است که تاجیکستان همیشه جانبدار رشد همکاری‌های سازنده با کشورهای همسایه در اساس اصول دوستی و همکاری، حسن همجواری و احترام و اعتماد طرفین در منطقه بوده. همیشه جانبدار آن است که در دولت‌های همسایه صلح و آرامی و ثبات سیاسی حکم فرما باشد و در فضای همسایگی نیک دوستی و برادری همکاری‌های سودمند و سازنده را به راه ماند. جمهوری تاجیکستان جانبدار صلح و ثبات در منطقه و جهان بوده. همکاری برابر و سودمند را با همه مملکت‌های دنیا با راه سازش و مکالمه سازنده گسترش می‌بخشد.